سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به اینکه چرا بعضی وقتا تیم‌ها اونطور که باید کار نمی‌کنن. حتی تیم‌هایی که پر از آدمای باهوش و با استعدادن. بله، این یه سوال خیلی مهمه. برای این بحثمون رفتیم سراغ یه منبع خیلی کلیدی. کتاب 5 دشمنی یک تیم از پاتریک لنچونی. کتاب فوق‌العاده‌ای هست. میخوایم ببینیم این ناکارآمدی‌ها ریشه‌شون کجاست و خب چطور میشه جلوشون رو گرفت. لنچونی یه حرف جالبی میزنه. میگه کار تیمی خوب بزرگترین مزیت رقابتیه. آره، چون هم خیلی قدرتمنده و هم راستش خیلی کمیابه. نکته اصلی لنچونی اینه که این مشکلات خیلی پیچیده و فنی نیستن لزوماً. یعنی چی؟ یعنی ریشه‌شون تو طبیعت انسانی خودمونه، تو تمایلات عادی ما. اون 5 تا مشکل یا به قول خودش دشمنی رو میگه که مثل حلقه‌های زنجیر به هم وصلن. آها، پس اگه یکیشون باشه رو بقیه هم اثر میذاره. دقیقاً. کل زنجیره رو ضعیف میکنه. خب بیایید از اولی شروع کنیم. پایه و اساس همه چیز. باشه. اولین دشمنی فقدان اعتماد بود، درسته؟ این یعنی چی دقیقاً تو محیط تیم؟ یعنی اعضای تیم حاضر نیستن پیش هم آسیب پذیر باشن. خب یعنی چی؟ یعنی نمیخوان بگن اینو بلد نیستم، اشتباه کردم یا کمک لازم دارم. که خب تو محیط کار خیلی سخته دیگه. آدم میترسه ضعیف به نظر بیاد یا قضاوت بشه. دقیقاً. ترس از این که این آسیب پذیری علیه خودشون استفاده بشه. وقتی این ترس هست، اون اعتماد عمیق و واقعی هیچ وقت شکل نمیگیره. خب حالا اگه این اعتماد نباشه چی میشه؟ یعنی این مستقیما میبره سراغ مشکل بعدی؟ 100%. فقدان اعتماد مستقیم راه رو باز میکنه برای ترس از تعارض. ترس از تعارض. بله. تیمی که به هم اعتماد ندارن نمیتونن وارد بحث‌های سازنده و شاید حتی چالشی بشن سر ایده ها. یعنی به جای اینکه راحت بگن من با این مخالفم چون سکوت میکنن یا یه جور هماهنگی مصنوعی نشون میدن که همه چی خوبه، یا بدتر از اون بحثا میره تو راهروها و پشت سر هم حرف میزنن. آها، جالبه. خیلیا فکر میکنن تعارض همیشه بده، ولی لنچونی میگه نه، یه نوع تعارض هست که برای تیم لازمه. دقیقاً. تعارض سازنده یعنی بحث روی ایده ها و مسائل، نه حمله به شخصیت ها. این لازمه تا بهترین تصمیم گرفته بشه. خب حالا اگه این بحثای سالم و ضروری اتفاق نیفته چی پیش میاد؟ خب میرسیم به دشمنی سوم، فقدان تعهد. بله، وقتی اعضا حس نکنن که نظرشون واقعاً شنیده شده یا تو بحثای مهم مشارکت واقعی نداشتن، به تصمیمایی که گرفته میشه واقعاً متحد نمیشن. حتی اگه تو جلسه بگن باشه، قبوله. حتی اگه ظاهراً موافقت کنن، تو دلشون ممکنه هنوز مخالف باشن یا ابهام داشته باشن. در نتیجه با تمام وجود برای اجرای اون تصمیم تلاش نمیکنن. پس تعهد اونطور که لنچونی میگه لزوماً به معنی این نیست که همه عاشق یه تصمیم باشن و 100% موافق باشن. نه اصلاً. تعهد یعنی شفافیت. یعنی حتی اگه مخالف بودی، چون نظرت رو گفتی و بحث شد، حالا میفهمی چرا این تصمیم گرفته شده و برای موفقیتش تلاش میکنی. قبولش میکنی و پیش میبریش. دقیقاً. پذیرش و حرکت رو به جلو. حالا وقتی این تعهد واقعی وجود نداره چی میشه؟ خب میریم سراغ مشکل بعدی. بله. دشمنی چهارم، اجتناب از مسئولیت پذیری. آها، یعنی کسی دیگر رو پاسخگو نمیدونه؟ دقیقاً. وقتی تعهد روشنی به یه برنامه یا یه سری استانداردها وجود نداره، اعضای تیم تمایلی ندارن که همکاراشون رو بابت کارها یا رفتارهایی که به ضرر تیمه به چالش بکشن. اون مکالمه های سخت رو انجام نمیدن. مثلا بگم ببین قرار بود این کارو بکنی، چرا نشد؟ آره، یا این رفتارت داره به تیم لطمه میزنه. اینجاست که لنچونی یه نکته خیلی مهم میگه قوی ترین نوع مسئولیت پذیری فشار از طرف همکارانه. peer pressure. یعنی مهمتر از این که فقط مدیر بیاد بگه چی کار کنید یا نکنید. بله. وقتی اعضای تیم خودشون همدیگر رو مسئول بدونن، استانداردها بالا میمونه. ولی خب اگه تعهد نباشه، کسی حاضر نیست این کارو بکنه. میفهمم.
خب این اجتناب از مسئولیت پذیری دیگه به چی منجر میشه؟ آخرین حلقه زنجیر. آخرین و شاید نتیجه نهایی همه اینا، بی‌توجهی به نتایج. بی‌توجهی به نتایج کلی تیم؟ بله. وقتی کسی پاسخگو نیست، اعضا شروع میکنن به اولویت دادن به نیازهای شخصی خودشون. مثلا پیشرفت شغلی خودشون، حفظ آبرو و وجه شخصی، یا حتی موفقیت واحد یا دپارتمان خودشون، حتی اگه به قیمت ضرر کل تیم باشه. آها، پس دیگه اون هدف مشترک و نتیجه نهایی تیم اولویت اول نیست. دقیقاً. تمرکز از روی نتایج جمعی برداشته میشه. پس ببینید چطور این 5 تا به هم پیوستن. کاملا مشخصه. مثل دومینویی که از فقدان اعتماد شروع میشه و آخرش میرسه به بی‌توجهی به نتیجه. لنشونی هم میگه تئوریش ساده به نظر میاد ولی تو عمل خیلی سخته، چون باید دائما با این تمایلات طبیعی انسانیمون بجنگیم. نیاز به نظم و پشتکار زیاد داره. خب پس همه این حرفا برای شما که دارید گوش میدید چه معنایی داره؟ نکته کلیدی اینه که تیم‌های واقعا موفق دقیقاً نقطه مقابل این 5 تا دشمنی رو انجام میدن. یعنی آگاهانه و فعالانه اعتماد میسازن، وارد بحث‌های سالم و حتی سخت میشن، به تصمیم‌ها متعهد میمونن، حتی اگه اولش مخالف بودن، همدیگر رو مسئولیت پذیر میدونن و در نهایت همه با هم روی نتایج جمعی تیم تمرکز میکنن. این یه کار مداومه، یه شب اتفاق نمیفته و این یه فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره. فرض کنیم تیمی تونست بر این مشکلات غلبه کنه و به یه سطح خوبی از کارایی برسه. چطور میشه مطمئن شد که دوباره به اون الگوهای ناکارآمد قبلی بر نمیگرده؟ این یه چالش خیلی مهمه. چون گفتی باید با تمایلات طبیعیمون بجنگیم و این نیاز به تلاش مداوم داره. حفظ این وضعیت شاید حتی سخت‌تر از رسیدن اولیه بهش باشه. این چیزیه که خوبه بهش فکر کنید.